در سوریه شمارش آرای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری شروع شد، ولی طرفداران بشار اسد رئیس جمهور پیش از اعلان نتیجات در خیابان‌های شهر دمشق پیروزی او را تجلیل کردند. جامعه بین الملل انتخابات سوریه را ناموافق به معیارهای بین المللی خوانده است، چون در زمان جنگ شهروندی صورت گرفت. در این جنگ 3 ساله تقریبا 160,000 نفر در سوریه کشته شدند. به دنبال بازداشت رئیس یک حزب سیاسی پاکستان در شهر لندن، تنشات در شهر کراچی تکیهگاه اصلی این حزب دنیویگرا اوج گرفته است. الطاف حسین رئیس حزب قومی متحد پاکستان را که از سال 1990 در بریتانیا زندگی میکند، روز 3 ایون به پولشویی متهم کردند. بعد بازداشت رئیس این حزب که طرفدار نظام دنیوی در پاکستان است، تاجران در کراچی دکانهایشان را بسته و تظاهرات خشونت‌آمیز برگزار کردند. مقامات انتخاباتی افغانستان گفتند نیروهای امنیتی توان تأمین امنیت همه 184 مرکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری در روز 14 ایون را نخواهند داشت. نام حوزه‌های مشخص را نبردند، ولی در مجموع 2.7% نکات انتخاباتی افغانستان به طور مناسب محافظت نمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سبب‌های ضعف نیروهای پلیس و ارتش در تأمین امنیت در روز انتخابات را شرح نداد که در آن عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان و اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه سابق کشور با هم رقابت می‌کنند. در قرقیزستان چند صد نفر یک شاهراه در ناحیه علی را بستند و یک مأمور پلیس را نیز در اینجا به شدت لط و کوب کردند. پلیس میگوید برای تحقیق این حادثه روز 3 ایون پرونده جنایی باز شده است. حدود 300 تظاهرگر راه را بسته و طلب کردند اکمت بیگ کلیبکوف رئیس سابق پارلمان آزاد شود که او را چند پیش با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند. در شهر کیشینیوف پایتخت مولداوا اعضا و طرفداران حزب سوسیالیست به نشان اعتراض از قرار حکومت برای امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا تظاهرات کردند. گروه خرده از تظاهرگران در نزد بینای حکومت مولداوا جمع آمده و طلب داشتند که قبل از امضای عهدنامه در رای پرسی نظر مردم را دایر به همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا بپرسند. در کتابخانه ملی تاجیکستان نمایشگاه دستخطهای نادر عبدالرحمن جامی متفکر بزرگ فارس و تاجیک آمد دارد. در نمایشگاه که به مناسبت 600 سالگی این دانشمند معروف صورت میگیرد، 60 دستخط و چاپی سنگی آثار او را به نمایش گذاشتند. از عبدالرحمن جامی 54 اثر علمی و ادبی میراث مانده است که بسیاری از آنها دایر به اخلاق و فلسفه و تصوف هستند. در تاجیکستان امسال بر طبق قرار حکومت 600 سالگی استاد جامی را تجلیل میکنند.